دستش در نکنه بابا. با اینکه من از صبح تا غروب توی شرکت این همه چای میدم، ولی چای زهرا خانم یه مزه دیگه میده. زهرا دندون نیاورده. خب این همه قند اینا مال مردمه، پیش ما امانته. پاشو از تو قابلمه 2 تا تیکه نمود بردار. مگه قند خونده تمام شده؟ سکانس کوتاه از فیلم بچه‌های آسمان. به نظر من این فیلم چکیده ای از یک تربیت حرفه‌ایه. اونجایی که پدر با مهربونی طعم چای دخترش را تایید میکنه، در واقع در حال تزریق عزت نفس به فرزندشه. و اونجایی که با قاطعیت یادآوری میکنه این قندها مال ما نیست. اونا امانت مردمه در حال ساختن وجدان مالی فرزندشه. والدین عزیز، یادتون باشه کارهای کوچیک بچه‌هاتونو با کلمات بزرگ تایید کنید. یادتون باشه آموزش مرزهای مالی باید با شفافیت و صداقت همراه باشه. و در نهایت خوب به خاطر بسپارید مفهوم مالکیت و رعایت حقوق دیگران و مفهوم من ارزشمندم باید از همون کودکی از توی خونه هامون با همین استکانای کوچیک چای و دونه های قند همراه باشه و به هیچ وجه آموزش این دو مورد را به تأخیر نندازید. من آبدینی هستم، روانشناس بالینی. اگه این پست رو دوست داشتی لایک کن و حتما برای دوستانت بفرست.